خو از خاطرهای جالب، از گپای خنده‌دار. والا جلالی صاحب تو بود که از می دوستای طرف شمال ما، هموطنای شمال ما، خب بچه خودم میخواست صدا کنه، نسوار گرفت انداخت، گفت شیر محمد. او آمد پیشش، این بچهش در توش لابورد مصروف بود، باز ترا میگم شیر محمد. یک دفعه باز جواب نداد، گفت شیر محمد. گفت بله. گفت مرگ بله. بگو خوبیش والا اونم بچه هنه شیر محمد آقایش باز نام داشت. در مکتب گفته بودی شمی پدرش اخطار داد، گفت دیگه اگه ناکام مانده بودی دیگه مرا پدر نگویی. این بچه که ناکام مانده آمده زیر شیر بچه باز ناکام مانده بود. میگن یک روز در پاکستان که زندگی میکردیم، خاطره جالب است. یکی از دوستایم بودک، رفیع جان نام داشت. او یک مشکل داشت، بعضی کساست که کلالت زبان دارن، بعضی کسا حتی گنگه هستن، بعضی کسا زبانشان نیمه یک چیز میگه. این که بود مستقیم کلمه را نیمه میگفت. چه قسم میگفت؟ میامد میگفت جور جان جور. باز من میفتم خوب است. یک روز چیش آمد، گفتم چرا تو جیگرخونه هستی؟ گفت بچهش گپ خراب. چرا؟ گفتم گپ خراب. فامیل شهر بازار گپ خراب. چرا؟ گفتم گپ خراب. گفت هیچ. گفت گپ خراب. چی گپ شد؟ بچه ها آزار پرسه قال مقال گپ خراب. باز گفتم چرا گپ خراب؟ گفت بیخی گپ جنگ دان بینی خون زمین زدن پوسته پلیس بندی گپ خراب. باز گفتم ما بچه نکو جیگر خونی؟ نه ماندن نه همه تو دان بینی خون زمین پس خو جور نه جای ده جای حال پس لیورس میره دیگه حال مقال پوسته زمین خو بندی جنگی گپ خراب. این تکیه کلامش گپ خراب بود. از یکی دیگه باز گپ جور بود. آمد خوش خندان چی؟ ده خواستگاری دختر گرفت نامزاتی کار جور. مفتاح خلاص شد کار جور عروسی اینه ساز سرود خینه آینه موساف کار جور خلاص آوردی نه خانه آوردم یک ماچ کار جور. جلالی صاحب با معذرت یک گپ تقریبا 3 سال است از وقتی که برنامه شبخند ما میبینم. عید قربان به 4 سال 4 سال بخیر. 3 سال است همین گپ در غوره بدل مانده که در یک محفل شیشته بودیم، برنامه خود شما چالان بود، تقریبا زیاد مردم بودن، عروسی بود، زن و مرد یک جای بودن، عروسی خرد بود، زن و مرد یک جای بود. جا بچه نامت چی بارم؟ باز جلالی صاحب یک خانم بسیار پیر شیشته بود، علاقمند خودت بود بسیار زیاد، از بس که علاقمندت بود سونت سایکت گفت وی خاک در سر از یه می چشم خود کپوت میکنه، فقط 5 دقیقه پیش مرده بود. گفت کانکورتکش فقط مشک زیر سترنجی در آمده باشه شور خورده میره گپش هم معلوم نیست. والا همین بیچاره بسیار علاقمند ما بوده دیگه، تو گپ نزده تو گپ اینمی چیز گفت جلالی صاحب او علاقمند تو دروغ گرد کدی کد اینمی گپت بد خورد جلالی صاحب سر چطور؟ بد خورد سرم بد خورد میگه یک روز دیگه یک دوستا بودن، رفیقا همی دوستای پانتون ما کمیجه شیشتن، اما تو مثل ما دوستا بودن، رفتن یک جای چکر خویاک، رفتن منزل 7 بالا شدن، یکی از دوستای از یا توتله بود، ای در آمد خوی 4 طرف سیکت گفت بچهش همین بایکاد همی پایان مانده. یک دفعه بچه ها دویده بدون از اینکه پرسان کنن پایین رفتن پشت بایکا، دیدن که چیز نیست، پس آمدن گفتن او بچه چرا دروغ گفتی؟ گفت یک عمر کتم تیر کردین مذاقم نمیفهمید. یکی دیگه هم تو زبانش بند میشده که سنفی های خود کدام جای چکر رفتن در میره گو میگفتن گوی تو کدوانه گو رفت و خوی گو هم از یا جدا شده دمی اطراف وستن دیگه پالوی خر رفته در گوش از چی گفته ای که پس آمدن گفته پیش خر گو چی گفته تا
مرا میگه که کتی خراب کجا رئیس قیده میگه جلالی صاحب باز یک زبان بند میشه. 3 تا دوستا بودن، یک از سردی بسیار شکایت میکردن. یکیش گفت بچهش از ماه تو سرد است، یک رقم سرد است. گفت با قرآن نلواز میکنی دمی هوا یخ میزنیش، طرف سنگچلوری در زمین میخوره. یک دفعه دیگه بچهش از شما خواهی سرد نیست، از ماه تو سرد است. بچه من را گفتم هم یفتاقا روشه بگیده بیرون پرت کمی انداختم جای در جای یخی زد پایپ باری کشفال شد. یک دفعه دیگهش تو طلا بود گفت بچهش از شما خواهی سرد نیست، از ما سرد است که بچه‌م در روی خانه شوخی میکرد که بادش خطا خورد. این بادش که خطا خورد کلوله شد، کلوله شد در سر منقل ماندیم چند دقیقه بعد غرد صدا کرد. او را که در زمستان بوده دیگه، حتما زمستان بوده. او را که تو کلوله در بیرون میمان دیله در مای جوزا غرط میکنه. باز جلالی صاحب همون تو یک نفر در عسکری بوده، میخواست عسکری کنه. در عسکری در شروع عسکری بسیار ترسو آدم بوده. در این قماندانش آمده گفته بچه‌ش اینال چند دقیقه بعد جنگ میشه، شما عسکرا آماده باشین تیار، اینال چند دقیقه بعد جنگ شروع میشه. یک دفعه صدا کرد قماندان صاحب می جنگ چی رقم است؟ گفته بچه‌م جنگ است، او تو را میزنه کت مرمی تو را میزنی، او کت توپ او کت جنگ. گفت باز چی میشه؟ گفت باز در این جنگ بعضی کسا زخمی میشن، بعضی کسا میمرن. گفت می زخمیش چی رقم است؟ گفت زخمی که میشه جای آدم مجروح میشه، چره میخوره، مرمی میخوره، خون میآید. گفت چی رنگ خون چی رنگ است؟ گفت رنگ خون سرخ است. گفت اگر رنگ خون زرد است معمیال زخمی شده. جلالی صاحب یک فکایی میگم. خوب است. دوستا بوده، اینا سوار یک خر بودن، یکیش به نام نعمت و دیگیش به نام غنیمت. خواردی اینا سوار یک خر بودن، باز نعمت برش میگه کاش که یک خر دگام می بود، یک غنیمت بزرگ بود. بازو چی میگه بچهش تشویش نکنم، یک خرم هست، نعمت خداست. یک نفر نانوایی رفته دیده که در صف نانوایی بسیار بیربار است، یعنی نفر زیاد آمده، طرفای شام بوده دیگه، همگی نان میخواستن. دیده گفته چه قسم کنم نان بر من زودتر نوبت برسه. گفته بیا در کوچه پایین یک نانوایی دیگه جور شده، نان هم قسم رایگان میشه. روز اولش است. روز اولش است. کلی اون طرف دویده رفته. یک دفعه همراه خود فکر کرده، گفتم من راست نگم، خودشم از پشت از اون جلالی صاحب یک نفر گنگس بود، یک نفر دیگه پیش ازی آمد. این نفر گنگس دمی بیخ درخت افتیده بود، سیگریتی رو هم زده بود، قرار انداخته بود. خود نفر پیش آمد گفت بیادر جان از میشه تا راه شهر چند ساعت راست؟ راه شهر چند ساعت راست؟ ای گفت بره. ای گفت لالا جان خودت پرسان کردم راه شهر از این میشه تا بنگفت. یک دفعه باز گفت بیادر راه شهر از اینجا تا اونجا چند ساعت؟ گفت بره. یک دفعه این نفر گفت بره بیادر تو دیوانه استی. این حرکت کرد رفت، گفت در 2 ساعت میرسی. گفت چرا اول نگفتی؟ گفت من رفتارت ندیده بودم. یک کاکای دیگه در زمستان از یک کوچه تکیه کردم و تو یک آدم آمد شوری داد. ها چی میگی؟ گفت کاکا همی کوچه کجا رفته؟ گفت ولاگه ای جایی رفته باشه. یک روز جلالی صاحب 2 نفر بودن، یه دان خدا قرد کرده چیز میگفت که چشمایشان ببخشید بازم معذرت میخوایم، چشمایش کج بود. 2 نفر بودن، هر دوشان چشمایشان کج بود. یک منزل یک خانه بوده، یک منزله بوده. عیسی کرده گفته بچه‌ش نمیخواد 2 منزله است. دیگهش گفته نه گمشه 3 منزله است. خوی جنگ دعوا یک دفعه میام دان بینی خون زمین جنگ دعوا گپ خراب. ای خو یک دفعه جنگشان خسته گفته خیبیا میریم از صاحب خانه پرسان میکنیم. صاحب خانه که رفتن، این صاحب خانه هر دو چشمش کج بوده. طرف از یا سعی کرده طرف از یا سعی کرده یک دفعه این نفر گفته بیادر من میگم اینی خانه یک 2 منزله است، این میگه 3 منزله است، کدامش است؟ یار سعی کرده به مخ گپ 6 نفر آمده. جلالی صاحب میگه روز 2 چوپان بودن،
این چوپانا یکیش در یک طرف کو بوده، بسیار کو دور به دراز بود، یک کو در بسیار دور طرف بود، یک کو در این طرف، در دو دره. این دو طرف کو بوده، دیگهش دو طرف کو. همین چوپان اولنگه یک چند دانه گوسفندش از پیشش حساب کرد، در حسابش کم آمد. یک دفعه او چوپان دیگر بسیار از او سر گفت همو گوسفند مرا ندیدی؟ او دیگهش صدا کرد چقدرش دخترانه بود. خب از اون بسیار پخچه کرده، یه ازش صدا کرد و از گفت نه. خب جلسه یک فکایی میگم. خوب است. از یک مرد پرسان کرده، گفته نماز میخوانی؟ گفته نه. گفته روزه میگیری؟ گفته نه. گفته افطارم نمیکنی؟ گفته او قدرم کافر نیستم که افطار نکنم. اما دوست که آمدن کل چیزا را جمع کرد، جای نمازم سرشان انداخت. خاله صدا کرد بچه من جای نماز خوبان برو، فقط ما کافر هستیم. جلیل صاحب گفت از رمضان شد. میگه در ماه مبارک رمضان بوده، یک مرد در شهر روزی خود میخورده، نان خشک میخورده. وقتی پلیسی را دیده دستگیر کرده برده در محکمه، دیدن که قاضی کباب میخوره. باز قاضی گفت که پلیس گفت این چی جرم کرده؟ گفته قاضی صاحب هیچ، در شهر نان خشک میخورد آوردم که اینجا برید کباب بخوره. جلال صاحب یک جوک هست، جوک میگم. خب دو نفر دو بیادر چوکن بودن. بیادر کانی در پایین بوده، بیادر خورد در بالا. چا میکندن دیگه، دو لگکی خاک میکشیدن. یک وقت هرچی صدا میکنه صدای از نفر نمیشنوه از پایین. هرچی صدا میکنه نمیشنوه. باز موزی خود از پای خود میکشه میزنه در بالا که فکر میکنه من بیادر خود زدم. باز دوباره موزی خود خیلی بالا قل میکنه، پس از سر خودش میفته، از جا بیبره بیادر خود لط میکنه. میگه تو علاقه شدی که موزی خود میزنی. صحیح شد. خب یک روز جلالی صاحب نفر بود، صلاحیت خانه به دست خانمش بود. خب صلاحیت خانه به دست خانم ازی بود. خب یک روز دو روزی مردکه بیخی کلیش خراب شد، گفته باش من امروز برم می پتو را گرفت دگرد خود تو داد بیرون رفت، چرت زد گفت چی رقم کنم صلاحیت خانه را ازی بگیرم. خوی زنش برازی هر روز 30 افغانی میداد که برای ریش خود کل کنه، هر روز روزانه. خوی رفته این پتو را گرفته زیر پوست کشیده. خب خب بعضی آدمای چیکس هر روزانه شیو میکنن. خب بازی روان بود، طرفم را که چی رقم می صلاحیت از دست از زن بگیرم که یک دفعه مردم در بین خود درگیر شدن، خلاصگیری کرد. در بین خلاصگیری یک دفعه پتوی ازی گم شد. پتوی ازی گم شد که پس کله خود خریده آمد طرف خانه. یک دفعه زنش گفت چی کردی؟ کجا رفته بودی؟ گفت تو بیرون. گفت عزیزو که رفتی خب پتو در جانت بود. گفت بوده. گفت چی کردی پتو را؟ گفت والا انت مردم جنگ کرد. گفت پتو را گرفتن. گفت برو بچش بعد از دیگه پیسه ریش کل کردن تن نمیتم. خوی مردکه یک روز دو روز سه روز بیچاره ریشش که کم رسید، زن دلش سوخت. گفت مگم شو ایره بی سیری پر بگی برگم شو ریش تکل کو. این رفت که در سلمانی شیست سعی کرد که یک نفر دیگه هم تو آمد، ریشش یک ذره زیادتر رسید. یک دفعه گفت بیادر بخیالم تو کمپلا گم کردی. جلیس رو یک فکری دیگه میگم. میگه یک شخص دیگر بسیار لطوکوب میکرده میزده، باز خودش چیخ میزده کمک. مردم از راه تیر شد، طرف دیده گفته او بیادر ایرم میزنی هم کمک میخوای؟ گفته ای برای من میگه اگه خیستو میت بزن، اگه خیستو میکشمت. یه خندام نمیکنه. حالا خندایی تا گرفتی. خب یک زن شوهر بین خود جنگ میکنه جلال صاحب. اردوش قار است گپ نمیزنه. شوهرش به یک ورق نوشته میکنه بر زن خود که صبح وقت خیستی مرا وقت از خواب بیدار کن، در روی خانه میندازه. باز این زنش میبینه نوشته میکنه که بخی جانم که صبح شده. این که چه وقت ورق میگیره خدا میفهمه. ده بجه زایمت. والا جلال ما کتی خود گفتم. فهمیدم. اینالی یک دختر از شما در تلویزیون هستین، گوینده ای برای شما زنگ میزنه، آهنگ فرمایش میده. یک ذره جالب هم بسازش. درسته. خوب است زنگ میزن. ترنگ. بله سلام علیکم. برنامه خودتان برنامه موسیقی امشب است. شما میتونین برنامه تان از به طریق زنده تماشا کنین و با شماره تماسی که در قسمت پایینی صفحه تلویزیون داده شده میتونین با ما تماس بگیرین و ما آهنگ فرمایش شما را در خدمتتان نشر میکنیم.
ما زنگ بزنم؟ بله سلام علیکم بفرمایید. بله برنامه سلام علیکم. موسیقی خود شما؟ برنامه موسیقی؟ بله برنامه خود شماست بفرمایید. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ فاطمه هستم، شما را از خوشحال خان با زحمت میسازم. با زحمت خونه شدیم، شما با زحمت نشده باشین که زنگ زدین. نه خیلی، من یک آهنگ فرمایشی دارم برقای ما نیست، از طریق رادیو میخوایم بشنوم. بیادری برنامه ما تلویزیونی است ببخشید. برنامه ما با عرض معذرت که تلویزیونی است در رادیو نشر نمیشه. خب خیلی برقای ما آمد پس. خب برقایتان که آمد خوش آمد. کجا رفته بود؟ خانهشان. خانهشان در کجاست؟ تاجیکستان. نه والا از تاجیکستان ما برق نمیگیریم فعلا. بندای برق ما شکر فضل خدا فعال است. بدبختانه کی میگه؟ من میگم که فعال است. بغلی جلال آباد بیا میری ببرم. کابل برق داده؟ صبر خاطر در پشتر باز در برنامه در عقب برنامه در پشت سر نمره تبتی باز ما زنگ میزنم میبرم. بعد زنگ زدیم نمره ما اونجا باز بگیرین. نه ما تو نمره رو نمیگیریم، صحیح خودت نمره تا بگو. نه ما اسپیشل. با این حال شما زنگ بیم در رادیو مگرداننده است ما آهنگ فرمایش بتیم یا من زنگ میزنم تو نطاق شد. صحیح؟ کدام برنامه باشه؟ امی آهنگای فرمایشی صحیح آسان است. درست است. برنامه سرگم است. صحیح؟ بله. بله. بله سلام علیکم. خوب هستی؟ نباشی. شما نباشید. شبنم جان خوب هستی بخیر؟ خوب هستید سلامت؟ جان جور. تشکر بفرمایید. مرد نیسار زنگ زده. بفرمایید خوب کردید زنگ زدید. بخیر؟ تشکر زنده باشید. جان جور زنده باشی. کارا چطوره؟ خوب است میگذره. نه شبنم ماش چند است؟ تو به ماش به چی کار داری؟ اما تو پرسان کرده. بفرمایید آهنگ فرمایشی تا خب کالا را خودتان میخری یا تلویزیون براتان میخره؟ شما میخرین. نفهمیدم. گفتن شما میخرین. نه دیگه من خود چیزت نمیشم که من بخرم. مرا چی؟ خب کالا را خب خیر گمش کو. آهنگ داری که نشر کنی؟ بله بفرمایید چه آهنگ فرمایش داشتین؟ با صدای بیلتون. کدام آهنگش باشه؟ ساقی جام را که میشه زمزمه کنین؟ ساقی جام را که زرم ادتادی. نمی آهنگش داری؟ بله حتما براتون نشر میشه. خب امی آهنگت یک زمزمه که برام؟ شما زمزمه کنین درست است. خب نه خود تو هم یک دفعه مرا یک خوشم میاد که دخترها زمزمه کنه. خب یه در مصرف زیاد نشه آهنگ حتما براتون نشر میشه. تشکر از تماستان. بله 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 صدای تو نمیاد کجاشتی؟ بله جلسه قطع شد. آجا قطع شد. نه اون نفر دیگه که نیست ما دشت برچی زنگ زده. توستی شبنم خوبی بخیر؟ خوب هستید سلامت بفرمایید. دست پایت خوبه؟ زنده باشید. تشکر تو خوبی؟ آتت خوبه؟ شکر آبیت خوبه؟ شکر زنده باشی. آبیت تو آمد از وطن؟ فریاده. خواه بیرار تو کجا؟ بیرار من در خانه آبیم قرود آورده باشید بیرون. اره یک در قرود که در ما جدا نورده؟ نه دیگه او خبر نداشت که تو جدا یک در تاشا کده بیل بعد من خود ما که آمده میگیرم. خواسته حتما. وی راستی که آهنگ داری؟ اره آهنگ درون. اگه آهنگ در صدای صفدار در من نشر کن. کدام آهنگش باشه؟ آهنگی سرکای بیلان یک دانه گنجیش کن. خواسته حتما باشید نشرنم. اره بار دیگه خداحافظ. خداحافظ مصرف زیاد نشن. زنده باش. خب یک آدم در منزل پنجم یک آپارتمان استاده بوده. کسی صدا کرد گفته احمد بچی افتاد، یعنی پایین افتاد. این خود از منزل پایین انداخت. منزل چهارم که رسید یادش اومد که هیچ بچه نداره. منزل سوم که رسید یادش اومد که هیچ زن نداره. منزل دوم رسید یادش اومد که هیچ نامش احمد نیست. الله آدم سخت سیگت دبان باندن تلویزیون جور میکرد. در بلاکای میکرویان بوده. در پایان هم زنکه را گفته دو تا تخم پخته که ما آنتن جور کردم میای مردوی ما میخوریم. یا همونجا پایش که خطا خورد که میزیر آمد پیش کلکین خود که رسید زنکه را یکی پخته جلالی صاحب یک روز دو دوست پسر دوست دختر اردیشان رستوران رفتن بین خود شیشتن. خوی بچه یک رقم زرد 1000 سونه دختر سعی کرده گفت عزیزم
یک گپ بسیار مهم است میخوایم برات بگویم. دختر وار خطا شده، جای خود خیز. گفت چی گپ شده؟ گفت دوستت دارم. گفت مرد آخر ما گفتم خیلی پیسه نانه نداری. خب از دوران مکتب یک امو یاد بود از امو دوران میکنه. خب از کس دیگه است، از خودم نیست. تو نگوین که بازی نقل کرده. خب صحیح. سر پارچه امتحان زیاد تو چورتی بود، فکر میکردی. استاد طرفش سعی کرد گفت بچه‌م چرا اینقدر چورتیستی؟ گفت هیچ. گفت سوالا بسیار مشکل است. گفت نه مشکل نیست استاد، فکر میکنم که نقل در کدام جیب ماندیم.